سهیل بلند شو، میخوام بریم ویدیو بگیریم. بابا کی 2 دقیقه بذار بخوابیم دیگه. میخوام نباید رو سهیل پرنگ کنیم. دیر شده بابا. بلند شو دیر شده. دست منو کی بار چی منو بیدار کردی؟ مگه نگفتی صبح بریم سهیلو پرنگ کنیم؟ من گفتم؟ شما به من گفتی بیا بریم سهیل این همه دهنه همه رو سرویس کرده پرنگش کنیم. بریم یه حالی از سهیل امروز بگیریم. سهیل رو بریم یه حالی بگیریم. این که بچه پررو هست میگه من پرنگ نمیشم. بچه پررو که نیست. عمو رو نگاه ناراحت داره من نگاه میکنه. آخه کدوم خری سر صبح میشه میگه بریم پرنگ کنیم؟ این میزنه اون به من میگه خری میره پرنگ میکنه. چه وضعشه آقا؟ بریم یه جا پرنگ ما نقشه کشی کنیم. خب شروع شده این خیلی چیز عجیب غریبی قرار باشه. فقط خدا رو شکر که مامان بابای خود سهیل همراه هم برای این دور مخفی با هم. نمیدونم چی میشه ولی امیدوارم که همه چی طبق اون چیزی که میخوایم پیش بره. بریم اول اتاق پلن ریزی. باید ببینیم که سهیل رو چجوری میتونیم پلن دور مخفیش رو ببریم جلو. خب حاجی من ببخشید دیگه این دیگه واقعا شوخی بردار نیست. سهیلم سخته، آدم باهوشیه دیگه. این پرنگ کردن کینگ و خاله پریسا عزیزم یه ذره همه چیش باید چفت و درست بشه. چیکار کنیم؟ من نمیدونم چیکار کنیم. تلافی تمام این کارا. ببین دقیقا تو همین نقطه بود که ما پرنگ بچه خواهر شما پرنگش رو چی سیبیل داشته کی بود؟ حسن شاه. بابای من جیارتن جوری سایه هر بودی بابای من یه خاله روحی هم که بنده خدا با حسین باشید و مامان حسین. پس ما الان میتونیم به صورت وجوه قانونی تو این ویدیو دهن سهیل رو خیلی سرویس کنیم. خب ببین پلن زیاده. خب فقط باید همه چی چفت و جور در بیاد. یعنی هیچ باگی این وسط ما نباید داشته باشیم. شما اول به من بگو که سهیل رو چیا حساسه؟ سهیل رو بانو حساسه، خیلی حساسه. رو طرفداراش خیلی حساسه، روی من خیلی حساسه. حساس نیست که بچه خودت خاله نه اصلا من زن کینگ هستم. میتونیم اینجا سهیل با قانو بینو باشه، بینو بیرون باشه، بگیم 3-4 نفر مزاحمشون بشن. این مثلا ولی احساس بدی خطرناک هم هست. رانی هم نداره. طرفدارش جلوش کتک نزنیم. اونم زشت به نظرم ولی داشته باشیم. مامانشو میتونیم از پشت اون پرت کنیم. من فکر می‌کنم شما گزینه فاینال خوب میتونی باشی ولی همه چی باید واقعا رو شما خیلی عجیب پیش بره. سهیل چی؟ برای چی زنی؟ بابا یه نقشه تو ذهنم بود رفتم غرقش شدم. تو فکر می‌دونی برای چی بودم؟ چون من این ایده هم خیلی سنگین بود هم خیلی می‌خواستم روی سامساوری که با هم دور مخفی ساخته و پیاده کنم. اون سخت و سنگینه. این که الان اون لحظه تو فکرم به خاطر اینکه گفتم اصلا میشه پیاده کرد اینو با سهیل، نمیشه پیادهش کرد یه وقت کسی چیزیش نشه. ولی اگه بشه حاجی چی میشه؟ یه پلن دارم خیلی ریسکش بالاست. ریسکش بابت اینکه شما بپذیرید ریسک ما همه چی سیف میبریم جلو. خوب ولی اینکه سهیل چه ریاکشنی بهش نشون بده خیلی ریسک داره. یعنی ممکنه حالش خیلی بچه نه. من میگم سهیل رو با قرص خواب‌آور خوابش بدیم، خواب عمیق. یه 2-3 تا از اینا بهش بدیم ولی با اینکه دکتری چیزی همراهمون باشه یه وقت خدا نکرده اتفاقی براش نیفته. خطرناک سهیل. من قرار بود که دستمال بیهوشی یعنی همین اتر و اینا بیهوش کنم. صحبت کرده بودم بهم گفتن که احتمال به هوش نیامدن و کما داره. برای همین دو به شک این بودم که یهو اصلا جرقه قرص خواور تو ذهنم دیگه. حالا من بگم دیگه نمیدونم 2 تا 4 تاشو کردم گفتم بگم حالا یا میپذیرن یا نه دیگه. اگه نمیپذیرفتن که میرفتم میپلن دیگه. اگه میپذیرفتم که
در اومدنش جابجا میکنه حاجی سبک دور مخفی تو ایران خیلی بمبگی بشه. من میگم بیایم خاله این قرصی که بهش میدیم خواب میره بیدار که میشه توی شرایط عجیبی قرارش بده. یعنی همه چی مثلا میگم من خودم یه پلن داشتم. من بگید مردم دوره از من خودم یه پلن قبلا داشتم میخواستم یه سوژه رو بیهوشش کنم با خواب بعد به هوش که اومد ببینه توی خونه دیگه است ولی همه وسایل خودشه. مثلا این ببینه که کلا همه چی مای گاد بعد به هوش که میاد توی شاید عجیبی این شکلی باشه چیزی که شما وقتی میبینه باورش نشه. خب همون میگم وقتی بلند شد بگیم که مثلا 4 سال 5 سال گذشته از اون وقت بعد مثلا اینو یه مقداری سنشو ببریم بالاتر بعد بگیم من مردم. نه بابا ول کن تو نه من مردم اصلا بچه سکته میکنه. من به نظرم نه ولی خاله جدی میشه آخه ببین سوهل به همه یه انگولی رسونده یعنی واقعا قابلیت اینو داره. اگر شما اوکی بید من صدشو میتونم انجام کنم. یعنی من میتونم یه موقعیتی خیلی خوب در موقعیتی رو بسنجم که سوهل خاور بخوره میتونم چند نفرشون سوهل سنگینه بیارم که سوهل رو بلند کنم ببرم جاش کنم یه بیمارستان چیزی توی بیمارستان بهوش بیاد همین حرفی که خود زدی. نه کجا شروع کنیم حاجی؟ این فکر کنم عجیب ترین و درست ترین کاری که میتونستیم بکنیم توی لایف جلوی این همه آدم و فکر نمی کنم سهیل مورد اعتمادتر و باحالتر از حسین تو زندگیش باشه و اصلا فکرشو نمیکنه حسین و خاله زهرا این کارو باش بکنن. ولی کینگ خداییش من خودم سهیلشون خیلی دوست دارم با مسئولیت شما این ایده از من اگر شما اوکی خاله یعنی شما واقعا اگه اون لحظه کار به پاش رفت نگی سهیل دست با من هیچی نمیشه سهیل ولی اگر ریاکشنش خیلی احساسی بود سریع تمومش کنید. ببین هیچی عزیزتر از پسرم نیست برام ولی به خاطر اینکه به سهیل پرنگ خیلی اطمینان دارم 0 تا 100شو سپردم به سهیل پرنگ. بعد یه چیزی هم باید داشته باشه اگه قراره بگیم تو کما سهیل خیلی زورش زیاده دستش اینا رو ببرن اوناش آره دیگه اونا رو باید قشنگ چون بلند میشن همه‌شون فکر کنه میفهمه سریع میشه اصلا ببین من اصلا نمیتونم مجسم کنم برای سال قرار بیفته. پلن نهایی کما یه 10 ساله سهیل. این مهمترین قسمت این پرنگ بود. یعنی ما میخوایم به سهیل بگیم رفتی تو کما و فکر کن میخواد اون کسی که بهش این حرف رو بزنه کی باشه؟ خاله پریسا. اگه خاله پریسا خوب گیریم نشه باورش نمیشه. خاله رو فرستادیم پیش یکی از خفن ترین گیریمورای سینمای ایران. میخوایم یه فضایی خاله رو گیری میکنه که سهیل صحنه رو میبینه پشماش بریزه اصلا مامان من چرا انقدر پیر شده. سهیل این تیم فکر مریض من همینجا ازت عذر میخوام اگر که هر ریاکشن عجیبی فشار روحی بده. من یه دست به شما بدارم به شما این که نمیتونم یه دست به شما میدم سم بگیر. حاجی قبول کردن ولی باز من استرس دارم. یعنی یه جای این نقش بلنگه ها اصلا اتفاق خوبی نمیفته. خب در کنار محمدین هستیم دو محمد بزرگی شهر تهران. سهیل جان درست میگم همکنون که شما داری استریم رو پیش میبری اینجا داریم نقشه بایتو میگیری آقا من حرفشو پیش دست تو در نکنه اومدی دست شما در نکنه سهیل جان ببا حلال کنه دیگه ما نقشه قالب خیلی پدیداری اومده جلو دیگه خاله زهرا و همه اینا تو جریانن ما رو ببخش دیگه تو همه رو پرنگ میکنی تو همه رو پرنگ نکنی همه رو با خودم کردی بریم بالا پیش خاله زهرا. عاشقتم نه یه لحظه عاشقتم داداش میشه نچسبونی به ما؟ نه تو رو گفتم از اول بگه بل کن دیگه تو گفتی تنها زن چجوری یه آدم اینقدر فیل خودش میشه خراب باشه باشه باید فیلم باشه تو بگو تنها زنی که پامون چی؟ اینو بگو چرا اینو یعنی تنها زنی که پامون اوشغاله من چی؟ یعنی من نه دیگه من صد اتاق فراره فرداش یکی از خنده‌دارترین ویدیوهایی که من واسه دیدم ترس داشت خیلی خنده نه حاجی
نمیخوام نکن دیگه. انقدر ترسیده بود توش. یعنی ببین من داشتم آجی قلاده جر داشتم قلاده فردا ویدیو اتاق فرار میذارم براتون شب. فردا ویدیو رو بهتر کنید جانم موز. بکن دهنت داداش. نمیخوام پرم. بخور. نمیتونم. باید بخوری. نمیتونم. خفه شو. نمیتونم. بشین. بذار دونیتا رو بدم بشین. پخشم. بخوریم. نمیتونم. خدا میگی بدم حسین رو بخور که اینو نبینه با این مقایسه کنه اینو بخوره بعد میخوره سوال خواهد توف بخوره خودت هم یه توف بعدم بخور قرصو ریختیم تو آب میوه دادیم به خاله زهرا و به خاله زهرا گفتم تو تایمی که بهت گفتم ببر بده به سهیل حسین حاجی یه اشتباه میخورد حسین چی؟ حسین رو باید درک میکرد آره خاله یه زحمت تو کشل آب میبر بده ببر تو استیگرش ببین خاله فقط لیوان حسین رو بهش خودت بده سهیل هم بده چیکار میکنی؟ نه اینو بابا عشقی بابا چیکار داری میکنی؟ بابا عشقی به سلامتی داداش حاله بزن به سلامتی منو چت سلامتی آب بیوز آقا آب میوز به قرآن آقا من سلامتی چت سلامتی داداشم تا ابد Thanks man Thanks a lot سلامتی ننم که بچهش برم. عجیب ترین قسمت این ویدیو اونجایی بود که ما قرص رو دادیم به سهیل خورد یه دونه این قرص ها واقعا فیلو میندازه ما 4 تا دادیم خورد خیلی کار عجیب بود ترسناکی بود چت بذار دوست به قرآن من تا 2-3 سال اول بهم میگفتین اسپی تو استیم نمیدونستم که ولی واقعا دوستش دارم و واقعا کانتنتی ازش خوشم میاد انجام میدم به خاطر چت حالا بگو بله یکم استرس دارم نکنه اتفاقی بیفته همش فکر اینم که سهیل رو شوکه نشه و اینا انشالله که به خیر بگذره ببینیم چی میشه دیگه اون ترکید سهیل چرا اصلا برات مهم نیست چرا برات مهم نیست جدی؟ چی؟ اوه همینجوری چوب رفتی تو پامپون سهیل خوابش میاد داداش از ساعت 12 رفتیم واسه میاد ویدیوش چی میگید اوکی هم سر حال نیستی داداش بابا 1 ساعت و نیمه داداش اومدی تو استریم برای چی اینجوری میکنی من تو استریم داداش آرکیو زدم خوابم میگیره دیگه بعد یه 12 ساعت بعد شما سر پایین خالم چه خاله چیه؟ سر حالم به خدا چت چرا میگید سر حال نیستید به جون مادرم سر حالم به جون مادرم گرد پیری رو موهام نشسته
چته؟ When I was you جونه مادر چته؟ You say I'm in چیز کنیم آبلیمو بخوریم بپرنیم. آقا بذار چنل تلگرام بدبختمونه حالی بهش بدیم 2-3 دقیقه. بچه هم چنل تلگرام هم چنل تلگرام سوال جوین بدید. بابا خسته نیستم چت الان چرا کلش شده خسته ای بچه‌ها جی من شمجی بخوابم 2 دقیقه چرت بزن راحت باش. بچه‌ها خودی ان دیگه تو لایو میگه چرت بزن بعد من چتم من حالم بده شیشه کشیده جا ببین 2 دقیقه چرت بزنی 10 میلیون شیشه کشیدی یعنی چی سوال چرا بیحالی انقدر میری اونوری لباسا بیا بیحال نیستم یسا بیا خواب آجی خیلی سوال بیحالی آقا باشه بیحالم بابا بچه از صبح به قرآن مجید آقا میمونی یا میرسونمت نمیدونم آجی 100 سالگی این شکلی بشم 10 سال خیلی ماشین زمان انت سفر کینگی فکر نکنم 10 سالگی اینجوری هم برای چه حسی داری الان؟ من حسم بعد نیست فقط اون لحظه رو مجسم میکنم کینگ منو ببینه چند خیلی ملو بیا بچه ها میدونم دیگونه شدیت هستم ولی باید بیاد خب چند همه اسمم بالا حالا بزنم شما آلزایمر گرفتم یکی نشانه‌های پیریه خاله فکر کنم بهوش بیاد دوباره شما رو ببینه بیهوش میشه بچه‌م الهی مامانی منو ببخش من تقصیر من نیست تقصیر خودت میدونی کیه این بلا داره سرت کیه الو سلام تو بگو خوب گفتی سلام یعنی شاید بوده چه آدمیه ببین یعنی دستم بهت برسه پیرم کردی تو پیر شده خودت چه آدمی هستی تو چه بلایی داری سر بچه‌م میاریم آخه گناه داره به خدا گناه نداره او چه آدمی هستی کاری میبینم همه چی اوکیه میگم بود به جون سهیل به جون کینگ به جون کینگ دارم میگم هیچی نکشیدیم نخوردیم به جون مادرم چت نکردم آجی میاد چت دروغسن دوشنبه میاد منم دوستتون دارم شنبه بابا نه به قرآن مجید از صبح تو چیز بودیم اونجایی که دیدم سهیل توی خواب عمیقی رفته اونجا خیلی ترسیدم اونجا متوجه شدم که چه کاری کردیم به سهیل خواب دادیم حاجی مگه این میخوابید دید که چقدر حاجی این تن عجیب قوی داره خوابید و ما اون دوتا محمد عزیزمون که فقط بمیرم برای دلشون که این بزرگ تن رو بلند کرد باید بلند کنم ببریمش تا بیمارستان اتاق کامل حاضر کردیم همه چی دوربینا رو کاشتیم دیگه سهیل رو بلند میکنیم میذاریم تو ماشین رو میبریم تا بیمارستان چطوری مرد
چیکارم؟ ایده سویل پرنگه واسه چنل سویل. به جون مادرم من خودم نگرانم. حاجی این تا حالا دیدی بودی تو سیم بخوابه؟ راحت بخواب. خوابیده من نمیشم. برو اینجوری خوابیده من نمیشم. آقا جو نده داداش، نفس میکشه حالش اوکیه. برای چی جو میدید الکی بقیه هم نگران میکنه؟ اوکی داشت قرص خوابو برخورده بابا. یه 7-8 ساعت میخوابه. نیلو خانم بیا به سلام. ترسیدم این چی چطوری؟ بچه ها نیلو خانم بچه ها بریم پیش چیز؟ بریم. آره بچه ها یه اسپم قلب بذارید تا جمعه هفته بعد. فعلا قربونتون برم. اوکی این ورکی بیا بزن بریم. اینجوری برای سرویس شد. بخوای صندلی این جلو بذاری؟ نه برو تو. یه دقیقه بایستا. رو خودت بخوای ردش کنی. یه دقیقه صبر کن. صندلی جلو رو بر جلو. اوکی نمیشه. فرم بردی. ببر کامل جلو. خب آماده ای؟ یه حوله دیگه. وایستا سرش بچه. بگو اصلا کمک. بیا خوبه. الان یه دقیقه وایستا. پشت چهارزانه گیره بزن. نمیشه حاجی من نمیتونم اصلا. بذار من چی بشه. ترافیک شد. ببخش. بشین بریم. برو تو پارکینگ برو جلوتر. بریم که بقیه کارا رو انجام بدیم. تو کامنت ها بنویسین کوین پیر نشد. ما نشستیم اینجا که ببینیم که چیز میاد. دوربین رو وصل کردیم با کابل USB اینجا به لپتاپ. هر وقت که سوهل دیگه به هوش بیاد دیگه این خواب بستر بره تو. دیگه اینجا جدیه اصلا دیگه کین اینجا الان واقعا آره. و خوبیش اینه که فقط ما الان تو بیمارستانیم. من یه زمینم درد مثلا چیزی یه جوری من هر وقتی گفتم به خانم پرستار بگو بره تو. شما حالت خاصی بودی توی کما بودی. چند دقیقه صبر کن الان به مخالفت تماس میگیریم. بیا خب نه چی شده؟ چی
شما توی حالت خاص بودی. حالت خاص چیه؟ یعنی چی؟ آروم باش، الان زنگ زنگ خانواده. دست خانم چرا دستام هست؟ فدا چه ماما همه الان بهت میگم من نگاه کن یادم چی نیست هیچی نیست یکم حالت بد بود آوردیم تو حالم بد بود آوردی دکتر من. ببین مامان تو داشتی خونه حسینی نبودی داشتی استیری میرفتی بعد داشتی میمدی خونه یکم حالت بد بود از پله افتادی چند سالی تو کما بودی هیچی دیگه نشد خدا رو 1000 مرتبه شد تو خوشون ندی دیگه ماما دیگه چی از این بهتر قربونت برم چه کما بودم مگه من همین الان اگه تو لایو نبودم من مگه چرا مامان همون موقع اینجوری شد این اتفاق چرا دستامو بستی چرا الان بازش میکنم قربونت برم چیزی نیست الان بازش میکنم اصلا نمیفهمم الان من چیزی نشده که قربونت برم میگم حالت بد بود الان خوبه خدا رو شکر هیچی نبود اصلا جایی نبودم من میخوام برم تو کما اصلا چی این شکلی شدی یعنی چی کما بودم 9 سال تو کما بودی قربونت برم من خدا تو رو دوباره ببندد مامان من فدای چشات بشم ماما چشات دلم تنگ شده بود برای چشات فدات بشم من قربونت برم ماما همین الان خونه حسینینا بودم به قرآن باشه مامان هرچی تو بگی اینه چیه الان من بستی چی رو من بس کردی چرا این شکلی شدی قربونت برم قصه تو رو خوردم عزیزم فداشم کم نیست که 9 سال عزیزم ماما حالم خوب بود چرا چرت و پرت خوبی قربونت برم چیزی نشده اصلا مگه میشه ماما من یاد همه الان اصلا میگم همین الان به قرآن باشه مامان هرچی تو بگی دیگه گفتن دونه دونه همه رو برات توضیح میدم همه رو بگم مامان الان خوبی دیگه الان اینجایی خدا رو شد مامان خوب بود مامان خدا تو رو دوباره به من داده مامانی گریه میکنی بشم مامان خب نبودی 9 سال افتاده بودی روی تخت مامان من بمیرم برات منم خوب بود میگم به قرآن یادم من مامان چی گریه میکنه میگم الان من خونه حسینینا بودم میگم به خدا چرا گریه میکنی میگم الان لایو حسین بودم میگم به جون مادرم باشه عزیزم باشه ماما میگم من به جون بابا همین الان یادمه میگم به جون کی میگم همین الان باشه آروم باش الان یعنی آرام بخشی چیزی بهت بزنم حالت خوب بشه فدای تو من بشم الهی قربونت برم من مامان میگم اصلا هیچی میگم اصلا یه دقیقه واسه میگم اصلا هیچی نشده من میگم هیچی میگم همین الان من خونه حسینینا بودم لایو بودین مامان برو بیار گوشی تو من لایو رو بهت نشون بدم باشه منم لایو تو دیدم دیگه منم داشتم لایو تو میدیدم دیگه دیدم باشه 9 سال تو کما بودی یعنی چی آره یکم یه چیزی دستاش زخم شد انقدر دستاش کشید همه زخم شد نکنی میگم حالم خوبه مامان آروم باش الان آرومت میکنه میگم من همین الان خونه یه چیزی ناومدم خونه حسینی ناومدم آروم بتونه مامان استرس نمیده نکن اونجوری مامان چرا خب میگم همین الان خونه حسینی بودم نکن اونجوری مامان تو رو قرآن اونجوری نکن قصه میخورم مامانم یه دقیقه کم به جون بابا همین الان نکن اونجوری همین الان باشه ببین تو خونه حسین بودی استیرین بود بعد یه دفعه از حال رفتی بعد یهو اومدی بیای خونه سمت خونه هنوز حال جا نیومده بعد پله افتادی مامان رفت سرت ضربه خورد رفتی تو کما 9 سال تمام اومدی تو همین تخت بیمارستان قربونت شکر من بمیرم باید مامان پیش مرگت بشم مامان جان
نیفتم پشتم باش ما حادثه هست دیگه پیش میاد قربونت برم فدات بشم من فهم میرم با به قرآن کاری نکردم بدون مادرم اصلا اومده خونه میشه الله بسن خودت شده داده چی بابا گریه نکنی آروم باش برات خوب نیست قربونت باش مامانم آروم باش میگی که ما بیاریم ولی اون خوش باش الان برات آبم بوده که ها چشم آبم نفسم بزن بابا الان بزن بابا آقا من این نمیگی کما بودم الان آنا نباید اینجا باشه الان بابا نباید میمون چرا قربونت برم بزن بابا حسین باش چشم بزن بابا چشم الان بزن چرا زنی نمیزن میزنم بذار بعد گوشیمون برم میارم فهمیدم الان نباید تو میومدی بابا میومد بودم گریه میکنی میگم زن بزن بابا باشه دیگه ماما یه ذره آرومش چشم همه ماما همین الان یه زن بزن بابا ماما یه زن بزن بابا من نمیتونم به بابا زنگ بزنم ماما زن بزن بابا ماما گوشتو بیار زن بزنم بابا گوشتو بیار زن بزنم بابا ماما این توخی نه دست من برمیده باشه گوشتو بیار زن بزنم باشه آروم باش گوشتو بیار زن بزنم آروم باش گوشتو بزن بابا بابا مرده آه گوشتو بیار بابا دیگه نیست دیگه بابا چطوره بگم نشون میدی بابا ماما گوشی بزن بابا گوشی بزن بابا مسخره باید تو جمع کن بابا گوشی بزن بابا بابا بس دیگه خدای من فدای تو یه گوشی بزن بابا ماما سوهل بابا نیست دیگه سوهل بابا بابا دیگه نیست بابا میگم خدا خوبه تو رو خورا بگو بیا بابا بابا تو حالت بد بابا به خدا حالم خوبه خوبه 9 سال تو کما بودین مامان آروم باش عزیزم آروم حدت چم مامان تو رو باید سر بزن بابا بگو بیا باشه حدت چم بابا تو رو باشه نکنیم خانم پرستار جانم بزرگ جان سلام هستی خوش اومدید وقت نوستادید سوی خاکی بود تمامو نکنه باشه باز میکنم باشه سوی دیوونه همش هم سوهل داداش باز سوهل هرچی گناه داره نکن با خودت اینجوری نگاه کنی بابا سوهل دستاش همه خون شد یه چیزی بیار دستش خون اومد یه بارده کن باز کن دستش خون اومد سوهل
دیگه سوهل این حد دیگه گناه داره بچه سوهل نکن بابا وای خیز شد با من هیچی نمیشه سوهل یا بگیره یکی باشه تلافی تمام بابو تو رو قرآن برم کاج به جون مادر به قرآن اجبه اونم حاجی دیگه اینقدر دیگه آقا در سفید من میگم با یادم یه ساعت پیشم میگم یه ساعت پیشم حاجی اینجا رو نشون آبم به میگم به قرآن یه ساعت پیشم یادمه هیچ کار میکنه من بدبختش که کار نداره اینجوری پیر شدن شما چرا گریه داری میکنی؟ بابا شوک شدم چجوری من اینجا دهنه همه تو لیفتا بلند کردن دیسکاشون زده اصلا چجوری میشه من اینجا حاجی نقطه ضعف ترین حالتی که بود نگو داداش ادعا نکن بگو منو نمیتونی پرنگ کنی حاجی خیلی خیلی چی نگو هیچی نگو داداش من عذر میخوام ازت ولی آقا هممون تو منگنز قرار خیلی بد بود خیلی بد میگم همین الان من تو ذهنم بود به قرآن آخه شما دارید همتون این 10 سال دیگه واسه من مثلا چقدر گذاشته همش شدم بود الان من خونه حسین تو استینی روش بودم الان استینی و صدگاه حسین بودم 9 سال گذشت 9 سال بود ببین یه چی بگم به قرآن میخواستم پرنکو بگیرم هدیه بدم به خوده همه میدونستن خاله زهرا حسین اصلا آب میوه که خاله زهرا بود توش حاجی 4 تا قرص نمیتونست باشه بیارم من تو لایو رفتم فکر کنم آره تو لایو همه دیدن فقط دهنت سوهل نمیتونستم من تحمل کنم اون پشت به قرآن داشتم میترکیدم اینجا چجوری اومدم اصلا اینجا 2 تا گولاف آوردن سرویس شده عشق من ولش کن همه استرس حاجی سرویس شده تشکر کن ازش کی تشکر کنم نمیذارم بذاری برای خودت گرفتم واسه من برای خودت گرفتم